الو کجا چیه؟ آها دیروز بسیار راحت کردیم ها. ها؟ بای کی؟ اینقدر مهربانانه گپ زدید؟ یگو آینچه بوده؟ هیچ از همین رچ کردنم مونده. این یک رفیقم بود. ما دیروز یک جایه بود. دیروزه یک جایه باحال کردن؟ بابا خبره اما گوش کن. بعدینم همین گپای تو زد و خیلی. چی؟ من بدیلتون زدم نه. ها؟ زوجه انتخاب کرده خودتو بدیلتون زده هسته؟ من گفتنی که با همین گپای بیهوده وقت تو رو صرف نکن. من گوش کن زنک جان من تماما بس خدا تو رو اینقدر موسیقی بگناه نگیره برو ها بابا تو معشوقه باز من زنک جان من تماما نه من تو رو فقط تو رو دوست میدارم زنک من فقط تو رو دوست میدارم من تنها تو رو دارم زنک جان با خدا تنها تو رو دارم زنک جان من بغیر از تو دیگر دروغ نه گوش کن تیموس بیا بس شو در کار نیست و من جان و دلم با فدای تو میکنم و تو باز چی رو تو فکر 5 ساباز یک انگوشترین طلا وعده میکنید و نمیخرید انا اوهان دخته کشتم اوهان توبه جوزدانم کندگی پای افضلم کندگی میشود انگوشترین هم میشود کورته زیبا هم میشود خوبوشی هیچ چیز نمیشود میشود فقط وعده های پوچ خالی شما میشود فقط باور کردن میشود با کی قدر حرف بزنید جعفر دخی تو بیزار کردی یک ماه دراز شد که توبه و بس بودگیست معقول نیست گوشیاتون رو محکم کنید با من معقول ای او یک بار دو بار سه بار او توبه گفتن دیگه بس بودگیست شما برای نکو انو ها راحت کرده شد اما نیدارم بیزار کردی خودم دارم میکشایم یک دارسته تابه چی قدر توبه میگویی ها؟ چی قدر توبه میگویی؟ من از اول اولادوری من همیشه توبه میکنم نافهمیده تو با من گوی که چرا سری هر یک قدمت توتی برای توبه میگویی اخر چی توبه گوی من یگان بده دارم آدم میدونه؟ کدوم وقت توبه میکنه تو میدونی؟ نمیدونی؟ انا من میدونم فرمانه میفهمونم آدم وقتی که یگان گناه میکند انا آنگاه توبه میکند تو چی؟ گناه؟ چی؟ یگان خلقی نو پیدا کرده چی؟ یگان خلقی نو پیدا کرده خلق؟ توبه نباشد گوش کن خلق پیدا کرده بودم نباشد برای چی؟ یک ماهی دراز توبه میگویی؟ نه برای چی توبه میگویی؟ چی؟ یگان گناه کرده ایم و اکنون توبه میکنی ها؟ عصبی نشوید مردم باز فشارتون بلند شده دیلتون از کن توبه کردم گوید استغفرالله گوی من مرم ها؟ تو در این خانه کجایی نه؟ کجایی؟ خدا نکنه خوجایی شما تو بهوده توبه نمیگویی تو با من گوی که برای چی توبه میگویی؟ چی بلایی داری تو؟ انا دیده شما هم رشک میکنید کو؟ چی؟ توبه من رشک میکنم؟ با تو؟ با کجای تو من رشک کنم؟ نه با کجای تو رشک کنم؟ چی شده است با من؟ توبه شد باز توبه گفت
شد آرام شوید عصبی نشوید گزارشنید من حاضر برای شما یک لیمون چای دم کرده عصبیتون رو آرام میکنم و اینقدر بهوده رشت نکنید توبه من رشت نمیکنم تو رشت میکنی بزار کردی؟ رشت نمیکنید پس این داد بایدتون برای چیست؟ برای توبه‌گویی های دیگر نگو تمام نگو شما گمان میکنید که من همیشه شما یگام کس دارم من هیچ چیز تمام بس چو سب سرخ شده معلوم که فشارتون بلند شد از چهرهتون معلوم سب سرخ شده شای کبود رو نوشیدو آرام شده توبه گوید مردم توبه گوید چی گویم؟ توبه گویم؟ ای وای یا توسو توبه اصلا بالاده توبه